این بازی ساده نیست. صدایی که توی سرت میشنوی واقعی تر از چیزی که فکر میکنی. هلبلید یکی از معدود بازی‌هایی که بیماری روانی را اینقدر واقع گرایانه نشون میده. تیم سازنده با روانشناس‌ها و افراد مبتلا به توهم شنیداری مشورت کرده تا تجربه واقعی بسازه. تمام صداهایی که توی ذهن سنا میشنوی با تکنیکی ضبط شده که وقتی با هدفون بازی کنی حس میکنی واقعا دور و برتن. این بازی حتی HUD نداره، یعنی هیچ نشونه‌ای روی صفحه نیست، فقط باید به محیط و صداها اعتماد کنی تا زنده بمونی. اگه بیش از حد بمیری گفته میشه کل سیو تو از دست میدی. اما آیا این یه ترس روانی بود یا یه حقیقت؟ نظریه های زیادی پشتشه. جرأت داری این بازی رو تجربه کنی؟ اگه بازی کردی بگو کدوم بخشش بیشتر رو مخت رفت. منو فالو کن.